آدمی پرنده نیست تا با هر کرانه‌ای که پر کشد برای او وطن شود. سلام، من حمید پادگان هستم. به پادکست شهروند جدید خوش آمدید. در پادکست شهروند جدید به موضوعات مربوط به مهاجرت، چالش‌ها و مزایای آن با نگرش تجربی مهاجران می‌پردازیم. منبع اصلی ما شهروندان است که بر اثر فشارها، چالش‌ها و مشکلات کشورهایشان را ترک کردند و به گونه قانونی و یا غیر قانونی مسیر مهاجرت در پیش گرفتند. قرار است آنها روند چگونگی مهاجرتشان را با من و شما در میان بگذارند. در سری اول این پادکست به سراغ افرادی می رویم که مهاجر شده اند و خواهیم شنید آیا به اهدافی که در کشور جدید می‌خواستند برسند رسیده اند یا خیر. در ادامه برنامه با ما باشید. سلام مجدد، حضوری تک تک شما مخاطبان پادکست شهروند جدید به یکی دیگر از اپیزودهای پادکست شهروند جدید خوش آمدید. باز من حمید پادگان هستم، در خدمت شما. امیدوار هستم که تا آخر برنامه کنار ما بمانید. امروز ما در استودیوی پادکست شهروند جدید کسی را داریم که میتونم برای شما بگم یک شخصیت چند بودی داره. کسی که کل زحمت کشیده، کل برای ادبیات افغانستان کار کرده، ولی امروز میتونم بگم که حالا خوشبختانه، از یک نظر خوشبختانه، از یک نظر بدبختانه که افغانستان رو ترک کردن و امروز کنار ما در برلین هستن. ایشان جناب عبدالواحد رفیعی هستن. جناب عبدالواحد رفیعی به پادکست شهروند جدید خوش آمدید. سلامت باشین. تشکر از شما به خاطر دعوت و سلام به شنوندگان گرامی پادکست شهروند جدید. جناب رفیعی، روال پادکست ما و گونه‌ای هست که از مهمانای خود همیشه ما میخوایم پرونده های مهمانان خود بررسی کنیم. میخوایم از پرونده رسیدن شما به آلمان با خبر شویم. چگونه شد که شما به آلمان آمدید؟ آیا قبل از اینکه شما به آلمان مهاجرت بکنین شما سابقه مهاجرت دیگه هم داشتین؟ از افغانستان بیرون شده بودین؟ اگر بیرون شده بودین با خانواده بیرون شده بودین یا تنها بیرون شده بودین؟ سابقه مهاجرتتون چگونه است و چگونه است که امروز به برلین آمدید؟ آمدن ما به برلین کاملا به شکل یک حادثه اتفاق افتاد و تصور کنید که یک شب در کنار فامیل مثل روال عادی زندگی مثل همیشه بسر می‌بردید، ولی بعد از 2 ساعت 3 ساعت حادثه اتفاق بیفته که تمام روال چندین ساله زندگی شما به هم بخوره و باعث شود که انسان بدون اینکه خودش در انتخاب این تصمیم دخالتی داشته باشه روالی را طی کنه و جریان را بپیماید که بسان برگی در مسیر باد از این سر دنیا به اون طرف دنیا پرتاب شود. مهاجرت ما به برلین شبیه به حرکت نمی برگ در مسیر نمی باد. و قبل از آن 2 بار تجربه مهاجرت داشتم، ولی در این 2 بار یک بارش در اثر جنگ‌های داخلی اتفاق افتاد که او مهاجرت داخلی به حساب می آید یا به قول رسمی تر به جا شده داخلی به حساب می آمده که او دوران کودکی مرا شامل میشه. زمانی بود که ما صبح مکتب رفتیم، گروهی از مجاهدین برای مکتب و برای ولسوالی حمله کردن و شب ما مهاجر شد. اینا دقیقاً کدام سال بودن جناب رفیعی؟ به نظرم سال 1358. این اولین مهاجرت ما در اثر جنگ‌های داخلی اتفاق افتاد. مجاهدین اون زمان هم همین مجاهدین امروزی طالب؟ نه اون مجاهدین ما اون زمان اگه یاد شما باشه مجاهدین هم نمیگفتن، اخوانی میگفتن. اخوانی ها حمله کردن میگفتن. خب اون اولین مهاجرت در ذهن ما باقی مانده. ولی مهاجرت اصلی ما بعد از آن بود که مکتب ها توسط مجاهدین سوزانده شدن، تعطیل شدن و ما در سن حدوداً 16 یا 17 سالگی بودم که مهاجرت دوم اتفاق افتاد به ایران و ما تنها در یک مسیر غزنی تا
پاکستان تا زاهدان و ایران و اصفهان. این مسیر را در 15 روز یا 20 روز به نظر میاد طی کردیم برم. اما مهاجرت این دفعه ما یک مهاجرت استثنایی و ناگهانی و به دور از اراده شخصی بود. نحوه انتقال شما چگونه بود از افغانستان؟ مهاجرت این بارتان، آیا شما از افغانستان به کشور سوم آمدین، باز آمدین به آلمان، یعنی که شما مستقیم از افغانستان بیرون شدین مستقیم آلمان آمدین؟ چگونه این اتفاقات؟ جریان آمدن ما خیلی، اگر به جزئیات نرم به کلیات بسنده کنیم، خیلی تقریبا داستانی میشه. ما ساعت 12:30 شب با زنگ تلفن از خواب بیدار شدیم. اون زمانی بود که 2 روز قبلش طالبا هرات گرفته بودن. این هرات از طالبا سقوط کرده بود و ما تقریبا در یک حالت مخفی در یک خارج از خانه به سر می‌بردیم. این ما چون تغییرات وجود، شما در هرات زندگی می‌کردید؟ زندگی می‌کردم، نمی‌تونستم مثلا در خانه خود شبا باشم. خب تلفن از جایی بود که باورش برای ما سخت بود. تلفن از فرانسه بود و گفتن که ما اسناد شما رو می‌خوایم و از ضمن مقدمه و معرفی و اینا که ما الان نمی‌خوایم وارد جزئیات شوم. گفتن اسناد خود را روان کنین و اگر امکانش باشه ما شما را انتقال بدیم به فرانسه، چون یک تعداد از فرنگیان را انتقال میدیم تا جانشان در خطر. و از اینجا مهاجرت ما به این صورت کلید خورد در واقع. بعدش 2 شب بعدش ساعت 11:30 دوباره زنگ از کشور اروپایی دیگه، سوئد آمد که ارتباط پیدا میکرد با همون زنگی که از فرانسه آمد. گفت شما مثلا ساعت 11 شب ما در هرات هستم، ساعت 10 بجه فردا یا 1 بجه فردا خود به کابل رسانده میتونیم. ما پشت تلفن یک لحظاتی در ذهن خود کلنجار کردم که الان ما هرات هستم، ساعت 11 بجه فردا، 10 بجه صبح فردا چگونه به کابل برسم. بعد در این حال نمیتونستم به آدم بگم. بعد این نفری که زنگ داده بود به ما گفت که اگر شما نمیتونید به ما بگید یک نفر دیگر جایگزین شما کنه. یک فامیلی دیگر گفت اگر شما مثلا تا فردا خود نتونید، گفتم فردا وقتی میگی به وقت چیه؟ گفت فردا به وقت اروپا. بعد گفت ساعت 10 بجه به وقت اروپا اسناد شما به وزارت خارجه آلمان داده میشه. یا به معذرت میخوام وزارت خارجه فرانسه. این نفر از سوئد زنگ داد، وزارت خارجه فرانسه دادم شد. بعد وزارت خارجه فرانسه نام شما رو به سفارت فرانسه در کابل میده. بعد من که حساب کردم ساعت 10 بجه به وقت اروپا، 1 بجه به وقت افغانستان میشه. بعد پشت تلفن به حدودا ذهن خود گفتم حدود 2 بجه میشه، ما تا 2 بجه میتونیم کابل برسیم. بعد گفتم ما جایگزین نه. در همون وقت شب خانواده رو بیدار کردم با اینا مشوره که چیکار کنیم. همه به یک نوع چی مانده بودیم. خب در اثر گفتگوی ما بچه‌ام بیدار شدن، مثلا همه ما شب 6 تا 2 ساعت ما بین خود چگونه بریم تا کابل، در حالی که نه پرواز وجود داشت نه موتور. صبح وقتی از آن شد ما آمدم طرف ترمینال که موتورهای مسافربری طرف کابل می رفتن، در حالی که در اون روزا یک اتفاقی افتاده بود. چون هرات سقوط کرده بود، مسافرین زیادی از هرات به طرف کابل می رفتن، موتر هم باسانی پیدا نمیشد. ما در گاراژ یک موتر در بستی پیدا کردیم. گفتن ما ساعت 5 صبح از آن بود دیگه، گفتن ما ساعت 11 بجه حرکت میکنیم طرف کابل. اگر شما می ما با او توافق کردیم. برگشتم ساعت 5:30-6 بجه به خانه. تمام اسباب وسایل خانه را ناگهانی جمع کردیم، داخل یک مهمانخانه کلان داشتیم در او انبار کردیم. خود ما این طرف زنگ بزن و طرف کسایی که خبر کردن که ما میریم. ناگهانی یک سفر پیش آمد. خب موتر سوار شدیم ساعت 11 بجه. ما شب ساعت 12:01 رسیدیم، یعنی کابل رسیدیم. یعنی اون زمانی که قرار بود مثلا ما در مسیر راه فکر میکردم که الان مثلا ما در مسیر راه باشیم امکان داره از سفارت تلفن بیاید، ولی خب تلفن نیامد. ما آمدیم کابل رسیدیم. همه در اون زمان وقتی کابل رسیدیم همه کابلیا میرفته بودن طرف میدان. شب ما که رسیدیم جالب بود که همه فکر میکردن ما میدان میریم. ما در کابل ماندیم و اصلا فکری که ما طرف میدان بریم
در ذهن ما نمیگشت، چون ما شرایط تقریبا درک شرایط داشتم و منتظر همین تلفن بودم. دیگه این تلفن نیامد در ما، صرف یک پیام آمد که به ما نوشته کرده بود تا زمانی که به ما به شما نگفتیم به طرف میدان نرید. خب تلفن نیامد. فرداش یک پیام دیگه آمد که اطراف میدان هوایی غیر امنیتیه، میدان نرید. و پس فرداش یعنی 2 روز بعد از اینکه ما در کابل رسیده بودیم انفجاری میدان هوایی صورت گرفت. البته قبلش برای ما یک پیام آمد که سفارت فرانسه در متاسفانه نوشته کردم که سفارت فرانسه در میدان هوایی یا در کابل جمع کرده بسته شده، بنابراین شما فعلا منتظر باشید تا موضوع تصمیم شد. خب ما منتظر بودیم، همه جای تلفن چارج کرده همراه ما که باش چی هدایت میدن. بالاخره از فرانسه یک کسی که برنامه ریزی نمی جریان بود که حدود نفر اصلی که همه میگفتن این لیست فرهنگی ها در دست از اوی در واتساپ ما زنگ زد که شما فلان هستین. گفت نه فلان. من تعجب کردم بعد از سالها که ایشان رئیس افغان فیلم بودن اینا به ما زنگ زدن. بعد گفتن که ما متاسفم که این اتفاق افتاده، شما با خانواده میتونید خود از ظرف 2-3 روز به پاکستان یا ایران برسونید. ما گفتم نه، با دلیلی که رفتن به پاکستان نیاز به ویزا و بله دقیقاً و به ایران هم نمیتونستم و راه قاچاق هم نمیتونستم بریم. بعد گفت اگر بتونید شما خود به پاکستان برسونید یا ایران، ما ظرف 10 روز کار میکنیم تا شما اونجا میرسیم ویزا شما بیایه و شما برید فرانسه. این امکان برای ما وجود نداشت. 3 روز بعدش دوباره همین آدم از فرانسه دوباره به ما زنگ زد که شما جایی نرفتین، همونجا کابل باشین، ما انشالله امضای رئیس جمهور فرانسه رو میدیم برای انتقال 250 نفر، یک لیستی دادن، اگر او امضا کرد شما رو از کابل انتقال. خب در این جریان ما نمیخوام نام افراد گرفته شود، آدمای کلان که مقیم فرانسه و انگلیس بودن. ما یک رفت برگشت کوتاه داریم، دوباره حضور شما برخواهیم داشت. دوباره خوش آمدید مخاطبان پادکست شهروند جدید. با ما تماس گرفتن. بعدش فهمیدیم کیا هست سربسته. این داستان اتفاقا برای اکثر آدما بله. بعدش گفت که ما منتظر ماندیم در کابل حدود 1 ماه. هیچ اتفاقی نیفتاد. تلفن می آمد و این رو صبا می شد و بعد ما خوبی این بود که ما در کابل جای داشتیم و دیگه خوبی این بود که ما از هرات نجات پیدا کردم، به این خاطر که در هرات 3 دفعه دمی فاصله از طرف طالبان ما زنگ زد و هر 3 دفعه به ما میگفت که بیاین شما به دفتر، یک دفعه مثلا ما یک سری وسایل دفتریش امینا گم نشه فلان لیست. شما در هرات کار میکردید؟ دفتر که مثل نقل بشر کار میکردیم. 3 دفعه از طرف مولوی، اتفاقا نام از او عبدالواحد کاتب بود، عضو کمیسیون ولایتی امارت اسلامی در هرات بود. در هرات به ما زنگ داد که بیایید اینجا. یک دفعه من آمدم و خوشبختانه که نرفتم به خاطر که 2 نفر دیگه در اثر همین زنگا که رفتن دیگه، از جمله عالی عزیزی همکار مستقیم در محبس ایران بود و او رئیس مدیر محبس زنانه بود و ما عضو کمیسیون تدبیر فرمان از طرف کمیسیون بشر بودم و او هم تلفن آمد به ما هم تلفن آمد و اون رفت و گم شد. بله تا این روز. بعد ما در هرات دیگه نمیتونستم برگردم، اما بعد از 1 ماه خانواده زیاد میشتن. ما رفتیم به دادگاه خود با فامیل. دادگاه ما و غزنی بود و قریه‌ای که بعد از 20 سال من قریه رفتم و همون خانه پدری رفتم مدت 6 ماه از ماه آگست بعد تا زمستان ما اونجا تیر کردم. در این فاصله چون بهار شد، نوروز شد، سال 2021 تمام شد، 22 شد و نوروز 22 شد و مکتبا شروع شد، فامیل رفتن دوباره ایران به خاطر که مکتب بچه‌ها شروع شد. من ماندم به غزنی و بین غزنی و کابل در رفت آمد بودم و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. دیگه انتقال ما به فرانسه کاملا در حاله از ابهام رفت. تقریبا ما هم دیگه
ناامید شده بودید؟ ناامید که اینی حس ناامیدی به ما دست نداده بود، حسی دست داد که بیخیال. بله. این ناامیدی یک مفهوم دیگه داره. بله. ناامیدی یعنی که مثلا آدم غمگین شده. من اصلا از بابا حسی بد به ما دست نداد. خب خیلی های دیگه شنیدم از دمون لیستی که کسایی بودن خیلی سرگردان شده بودن و من حتی خوش شدم که این سرگردانی ها رو نکشیدم. از جمله مثلا 2-3 فامیل دیگه از فرنگا و شعرهایی که در قاچاقی مسیر ایران رفته بودن، بعد در ایران به سرنوشت مونده بودن، بعد دوباره پس آمدن، بعد اقتدار پاکستان رفته بودن، در پاکستان با مشکلات عجیب غریبی. وقتی از اونا میشنیدم خوشم بودم که لااقل ما یعنی دمی جریان اغوا نشدم که زود تصمیم بگیرم عاجل یک کار کنم که هم هزینه مادی رو سرم بار شود، هم هزینه وقت و زمان و جنجالای قاچاق و گپا. خوب خوشبختانه این کار نکردم. در این فاصله این زمستان کامل ما دنبال گرفتن پاسپورت بودیم. شما پاسپورت نداشتید؟ نداشتیم. پاسپورت هیچ کدوم نداشتیم. جریان پاسپورت هم یک جریان جنجالی بود. بعد از او گذشت یک مدت را مای اول بهار بود، نهم بهار بود، ما در کابل بودیم، ناگهانی یک زنگ دیگه باز آمد. این دفعه زنگ از آلمان بود. این قبلا زنگ‌ها از فرانسه می‌آمد، این دفعه برای اولین دفعه از آلمان یک زنگ آمد و جالب برای من بود که نفر ایرانی صحبت می‌کرد، فارسی که حرف ما. بعد گفت که شما به وزارت خارجه یا داخله آلمان درخواست پناهندگی داده بود. بعد من پرسان کردم که شما کس میگفت من فلانی هستم از جایزه آلمان، من چطور اثبات کنم؟ در اون زمان یک سری شایعات وجود داشت که تلفن‌های دروغکی میآید مردم رو میخواه، بعد از اونها یا اونا را طالبان دستگیر میکنه یا یک از اونها اخاذی میشه بعد گم میشه. بله. این تلفن شماره نافتاده بود، پرایوت کال که چیزی افتاده بود، شماره نافتاده بود. بعد گفتم ما چطور بفهمم که شما واقعا نفری هستین از زیادت؟ اینا گفت که ما برای شما شواهد میدم که من مثلا ثابتم از آلمان زنگ. گفت که نام مادر شما فلانیه، شماره تذکرهشان است، نام شما نرفهم، نام خانم شما فلانیه، شماره تذکره و فلان برمان. گفتم ما بعد دارم ما ثابت شد که واقعا از خارج زنگ زده. بعد گفت که همین تلفن که قطع شود یک ایمیل برای شما میآید، شما این ایمیل پاسخ دهید. تلفن که قطع شد فوری یک ایمیل آمد. در ایمیل دیدم که تلفن از یک مرد بود ایرانی، ولی ایمیلی که آمده از یک خانوم یا نامش هم ایرانی رقم نوشته کرده بود که یک سری اسناد برای ما روان کرد و ما اسناد روان کردیم. از این حادثه دوباره مدور یکنی ما 2 ماه گذشت. یک روز یک شب در کابل بودم که نفری خود طوفان معرفی کرد، زنگ زد که کجا هستن؟ ما کابل هستم، ما فلانی هستم از طرف جایزه، یک سری سوالات دارم شما جواب داده میتونید؟ گفتم بفرمایید. بعد باید این سوال کردم که شما ما چطور اثبات کنم شما واقعا مربوط جایزه ادمیشن یعنی؟ بله. بعد شماره شما شماره داخل کابل هست، شماره افغانستان. بعد گفت که ما مشخصات ما را ارائه داد، نه فرزند نام فامیل و اعضای فامیل را گفتم، شماره دوباره مثل همون نفر قبل گفت این چیز هست. بعد گفت که شما آمدگی سفر دارین؟ گفت از کجا؟ از کابل یعنی هرات هستین یا کابل؟ من کابل هستم، فامیل هرات. گفت نه، جایی که مثلا شما را انتقال میدم از کجا؟ من هرات، مثلا من هرات چون فامیل داره. این آدم گفت من دوباره به شما زنگ میزنم. فردا ساعت 6 صبح به ما زنگ زد که می خانواده خود بگه که ساعت 5 بعد از چاشت آماده باشن موتر می اینار بار. مهاجرت ما به آلمان اون زمان چه کلید. ما یک رفت برگشت کوتاه داریم، دوباره حضور شما برخواهیم داشت. جا داره یک سپاسگزاری ویژه بکنیم از انجمن آباد. انجمن آباد اسپانسر پادکست شهروند جدید هست. انجمن آباد یک انجمن غیر سیاسی و غیر دولتی هست که در مرکز
آلمان شهر برلین فعالیت میکنه. دوباره خوش آمدید مخاطبان پادکست شهروند جدید. بسیار عالی. پس آمدین با آلمان. اولین دوره که به آلمان آمدین و با او رفتین، چگونه برخورد آلمان ها بود؟ چگونه آلمانی ها رو یافتین؟ من در واقع اولین آلمانی را ما در میدان هوایی دیدیم. میدان هوایی. ما تا زمانی که آمدیم اسلام آباد، از اسلام آباد از کابل ما را آوردن بدون پاسپورت و بدون ویزا از مرز. اونمو بچهای کراچیرانی که در مرز بارکشی میکنن اونمونا ما را از مرز تیر کردن، یعنی مثل آب خوردن تیر کردن. حالا نمیفهم در افغانستان چی سیری وجود داره که گاهی وقت کارهای از یک کسایی برمیاد که تعجب میکنه. اونمو آدما که اونجا بارکشی و جوالگیری میکنن اونمونا ما را از مرز تیر کردن در حالی که بدون ویزا و پاسپورت. بدون ویزا و پاسپورت. بله. البته بسیار براحتی. ما آمدیم اسلام آباد، از اسلام آباد در سفارت گرفتیم، هم هیچ آلمانی را ندیدیم. برای ما یک افغان مصاحبه گرفت و پاسپورت ها که نداشتیم تذکره ما تحویل گرفت و بعدش وایزن داکومنت یا به اصطلاح داکومنت سفر، سند سفر صادر کردن. ما آمدیم آلمان، یک توقف در گرجستان داشتیم. از اونجا منظور از که برخورد این آلمانی ها، اولین آلمانی ها رو ما در میدان هوایی برلین دیدیم که چیزی که برای ما تعجب آور بود و برای بچه ها خیلی خوشایند بود. برخورد گرم و با لبخند و اولین دفعه بود که ما به عنوان یک افغانی که همیشه با خشونت سر کار داشتیم و خصوصا کسایی که پلیس بودن و خصوصا در همین 6 ماه یک سال اخیری که دولت سقوط کرده بود با چوب و شلاق با مردم خصوصا در مناطق عمومی در اماکن عمومی استقبال میشد. پلیس های آلمان در میدان هوایی با گرمی، خوش آمدگویی و پذیرایی، چون ما یک پرواز چارتر اختصاصی بودیم، ما را در مسیر خاص بیرون کردن. از اونجا سوار شدیم از میدان هوایی حدودی 45 دقیقه دیگر رفتیم، ما را بردن داخل یک کمپ. فردای آن روز داخل کمپ به ما اتاق و جای دادن. فردا روز یک مصاحبه طولانی دوباره در کمپ صورت گرفت و چون برخورد گفتیم و ما میخوایم یک خاطره در ارتباط قصه کنم که ما چرا در برلین ماندیم. قصه از قرار که یک از فامیلای نزدیک ما، چون از اونجا پرسان میکرد که شما فامیل نزدیک در جای دارین یا کدام شهر میرین، یک سوال هم میگه. بله. ما چون فامیل نزدیک دیگه نداشتیم، یک از فامیلای خانوم ما، این برادر خانوم در یک شهری بود، نام از شهر من رو یک کاغذ نوشته کرده بودم، گفتم اگر این دفعه پرسان کردم میگم به شهر. بعد همی گفت که با کجا میخواین برین و کجا فامیل داریم. ما گفتیم فامیل برادر خانوم ما در فلان شهر، ما میخوایم به شهر. نام از شهر که نوشته کرده بودم به این خانم آلمانی داده. بعد خانم آلمانی که نگاه کرد بعد به ما گفت که همه فرزندای شما تمامش در حال تحصیله و میخواین درس بخونن، من پیشنهاد میکنم شما به جای برین که امکانات تحصیلی در اونجا میسر باشه بسیار خوب و زمینه روش فراهم باشه. بعد این شهر که شما نوشین یک شهر کوچیک و دور افتاده هست که هیچ امکانات تحصیلی نداره. بعد ترجمانش ایرانی بود. بعد گفت من پیشنهاد میکنم به شهرهای بزرگ مثل فرانکفورت، برلین، هامبورگ، بایرن، اینمی دوسته شهر نام گرفت. ما زمان البته زیاد گوش میاری نمیکرد که شهر بگم، مثلا ترجمان ایرانی به ما گفت. بعد در آخرش دوباره تکرار کردم خانم گفت که من پیشنهاد میکنم شما به برلین بمانید، اینجا امکانات تحصیلی زیاده برای بچهای شما خوبه. وقتی او ایرانی قسمت صحبت از خانم ترجمه کرد از من ضمن از که خیلی احساس خوبی به ما دست داد. گفتم من پیشنهاد خانم کاملا قبول میکنم و برلین میمانم. اونا شد که از تمام همون یک تیاره فقط یک فامیل به برلین ماندیم و ما بقیه اکثرا به شهرهای دیگر رفتن، مثل بیشتر به مانشن رفتن، با هامبورگ رفتن، فرانکفورت. از بس که ما تنها در برلین، من خیلی برام شک ایجاد شد که برلین چرا هیچ کس نماند. این خانم و بچه‌ها خصوصا که کلی دیگه شهرها رفتن
حتی از بیرون از جای دیگه به ما توصیه میکرد که چرا به شهرهای مثلا صنعتی ماشین اینا نرفتیم، چرا برلین موندیم. ولی خب ما ماندیم این شکل. ولی الان واقعا راضی هستم که در برلین موندم، چون اون کسایی که ما تماس داریم با مو همسفرهای خود الان اونا رو در شهرهای مثلا گفتن ما شما رو میبریم هامبورگ، الان اون رو برده در قریه. بعضا کسی در برنامه اون نشته کرده که ما رو ببر به منشن، اون رو برده در مکان دوری که تا منشن بیا 1 ساعت باید اتوبوس بیاید. یک مسئله دیگه خیلی از همسفرهای ما در حالی که ما در برلین در ظرف 45 روز ما آیس وایس گرفتیم، در ظرف 2 ماه کلان آیس وایس گرفتیم و شامل بچه‌های ما شامل کورس شدن. خیلی از همسفرهای ما 4 ماه بعد برش مثلا ترمین مصاحبه استاندارد اداره اطباق تازه مصاحبه وقت داده بودن. دوم دیگه بعد از 6 ماه کورس پیدا نکرده بودن، چون در مناطق افتاده بودن که کورس نبود یا بچه‌هاشون به مکتب به سختی شامل شدن. بعدا ما خدا شکر کردیم که برلین ماندیم. خب البته برلین برای خود چالش‌های خود داره، ولی من خودم شخصا از اینکه در برلین ماندم و تقدیر ما را به این شهر انداخته تا حالا راضی بودم. بسیار عالی. پس ویژگی‌های شهری به نام برلین چگونه شما میتونید تعریف کنید؟ شهر چی ویژگی‌هایی؟ اولین ویژگی این شهر پل‌پیکر برای از ما که در یک مکان مثل افغانستان در یک بی‌نظمی عجیب و غریب کلان شدیم، در یک ولنگاری و بی‌نظمی. برای از ما جالب ترین قسمت این شهر نظمی موجود در ترانسپورتیشن برلینه و عجیب این نظم برای از ما خیلی آموزنده است. تو در یک صفحه نگاه میکنی که مثلا 1 دقیقه دیگه 3 دقیقه دیگه یک ترام اینجا میرسه و اون میرسه. بعد پشت سرش فرض کن میخوای بری یک جای دیگه نگاه میکنی که مثلا 25 دقیقه دیگه ترام فلانی یا اوبان فلانی به اونجا میرسه و اون میرسه. نه تأخیر دارن اینا، نه کنسلی دارن، البته اون موارد استثنایی میکنن. و این همه جمعیت سرگردان نمیشه. بر از ما این خیلی آموزنده، شگفت انگیزه. یک مسئله جالب دیگه برلین اختلاط ملیت ها. شاید تا دیگه شهران که باشه، ولی خب در برلین این بسیار زیاد دیده میشه. بله. ما داخل ایستگاه ها وقتی نگاه میکنیم به نظرم حتی از انگلیس، از آمریکا کشورهای دیگه آدم میبینی تا جنوب آفریقا و مرکز آفریقا و جنوب آسیا و از تایلند و ویتنام بگیر تا کره و چین و همه جای دنیا مردمش هست. همه جای. و جالبی اینجا هم است که همه با زبان خودشون صحبت میکنن. و اون خاطر یک جو که امروز کسی گفت اینجا آلمانی خارجی هست. بله. یه قضیه جالبی دیگه هست. و برای شخص خودم چیزی که تا حالا در برلین برای ما دستاوردی که داشته حضور و بچه ها و اطفال ما در مکتب بوده. یعنی از این بابت خیلی من خاطر جمعه که دسترسی به امکانات آموزشی در اینجا به سهولت وجود داره نسبت به خیلی شرایط دیگه. برای خاطر نسبت میگم به که تعداد دوستان که ما در تماس هستیم، بعضا برای پیدا کردن مکان آموزشی برای بچهش مثلا پسرش یا دخترش در جنجال بوده و در برلین به نظر من خیلی خوبی، چون در برلین در هر نقطه تو دسترسی داری، دسترسی به این مفهوم داری که تو از نگاه ترانسپورتیشن پیاده نمیمانی. یعنی به هر مکانی میتونی با 9 یورو که داشته باشی و هزینه نداره. و یک تیکت 9 یورویی یک ماه در برلین وجود داره. خیلی کم هزینه است. پس رسیدن به برلین و این همه ویژگی هایی که از شهر به نام برلین یاد کردین، مهمترین تغییر یا اتفاقی که برای خود شما رخ داد از لحاظ احساسی چی بود؟ چه حسی برای شما رخ داد وقتی
اینجا آمده این چیزی که پیشتر شما گفتین نظم اینجا نظم وجود داره، این حسی به شما رخ داد؟ ما به نظر حسی که به آدم دست میده در هر جابجایی، در هر مهاجرت و در یک مکان دیگه، بستگی مستقیم به سن و سال آدمی و به شرایط شخصی آدم ها داره. مثلا حسی که به ما دست میده با حسی که به خانم ما دست میده کاملا شاید متفاوت باشه. حسی که به ما دست میده به فرزندای ما که دست میده کاملا متفاوته. حس شخصی خودم دو بود داره. بود منفی آن این است که زندگی در برلین به مدت 1 سال که من اینجا بودم، ضمن از که دریچه های از پیشرفت بگیم یا چشمانداز جدید از زندگی جدید و دنیای جدید در پیش چشم گشوده میشه، در هر ماجرا شاید اتفاق میفته. ولی برای خودم شخصا ضمن از که مثلا ما الان دریچه جدید که میگم، بعضا آموختن یک زبان جدید، ورود به یک فرهنگ جدید، زندگی در میان انواع مختلف آدم‌های روی کره زمین، دیدگاه انسان متفاوت میشه واقعا. این از یک حالت بسته دوگمی که در وطن دان هستی بیرون میشه در یک دنیای کلان دیگه. این جنبه را که در نظر نگیریم، جنبه منفیش است که تو احساس صفر بودن میکنی. بله. حتی پایین‌تر از صفر گاهی. پایین‌تر از صفر. واقعا ما مثلا بگیم در وطن خود فرضاً منی که دیندمی حد هم هستم، نه جایگاه و مقام دولتی داشتم، نه وکیل پارلمان بودم، در وطن خود احساس کسب بودن داشتم. صبح که از خانه بیرون می شدم، یک نانوا به ما سلام میداد، دکاندار محل به ما سلام میداد. فرضاً اگر خیلی هم خود تعریف کنم، موتروان شخصی داشتم، موتر دنبال ما می آمد، من میبرد دفتر، پس میبرد به خانه. دفتر داشتم، مثلا اونجا می رفتیم چایباشی داشتیم، کارمند داشتیم، امرت میچلید، حلمت میچلید. همه اینها به یک دفعه باد هوا شده، تو تبدیل شده به یک آدم صفری که وجود تو با یک نفری، حالا توهین به کسی نباشه، با یک نفری که اصلا سواد نداره و یک نفری که مثلا کارگان ساده بنایی است، با یک نفری که سابق تو فکر میکردی او کسبه است، با یک کسبه عادی یکسان شدی. و این صفر بودن یا هم یک تجربه است، هم تلخ است، هم حس بعدی به آدم گاهی دست میده. ولی خب از یک لحاظ که آینده را نگاه میکنی فکر میکنی ما باید و انشاءالله بر تمام این احساسات باید فائق قایم و دوباره خود پیدا کنیم. و ما این مسیر را الان به نظرم شروع کردم که ما در جامعه جدید جایگاه جدید را باید پیدا کنم و در اون جایگاه باید پس به همون مرحله برسم که بتانم در خدمت، چون کار ما یک کار عامل منفعه بوده، کار ما در بیشتر 20 سال زندگی ما در زمینه حقوق بشر بوده. ما فکر میکنم حقوق بشر حوزه‌ای است که اقتضای جغرافیا نداره. یعنی مثلا در هر مکانی که باشی میتونی در زمینه حقوق بشر کار کنی. همونگونه که شما مثلا الان به عنوان خبرنگار هم حوزه جغرافیایی نمیشناسد. در هر کجا که باشی کار ژورنالیستی کاری است که کار بشری و در این حال کار همه جا فراگیره. کاری نیست که تو مثلا از یک موقعیت که خطا بخوری در موقعیت دیگه او رو نتونی انجام بدی. و همون خاطر حوزه حقوق بشر حوزه نامحدود است، از نگاه جغرافیایی هم نامحدود است. در هر جغرافیایی که باشه فقط باید اون مسیر را پیدا کنی و در اون مسیر قرار بگیری. از اون خاطر ما حس خوبی دارم در این حس صفر بودن و از اینکه من رو به پیشرفت هستم، احتمال قوی جایگاه دوباره پیدا میشه، فقط زمان میگیره. بسیار عالی.
پس با نظر داشت این همه صفر بودن و زیر صفر بودن که گفتین و شما داشتین، این احساسی است که تمام شهروندان جدیدی مثل من و شما که وقتی دست به مهاجرت میزنه ایستمی داشته باشن، ولی مهمترین نقطه مثبت در اینجا این خواهد بود که به همون اندازه که آدم اس زیر صفر بودن میگیره، به همون اندازه هم دریچه های از امید و آرزوها و راه های نرفتی وجود داره که آدم باید بره. با نظر داشت این مسائلی که گفتیم، شما چالش‌ها فراروی شما به عنوان یک داستان نویس، به عنوان یک فرهنگی افغانستانی که به برلین آمدین، تا هنوز چی چیزی بوده؟ چی چالش‌ها را تا فعلا تجربه کردید؟ خب چالش بستگی داره به چالش به چی دیدی نگاه کنی. چالش را اگر مثلا شخصی فکر کنی، مثلا اولین چالش در زندگی در برلین، فرضاً خیلی اگر رو شخصی کنیم، نبودی مکان مناسب زندگی برای مهاجره. یعنی منظورتون مسکن هست، خانه؟ بله. چون خانه جای امن برای انسان و حس امنیت به انسان میده. برای من مهاجر اولین چالش نبود خانه مناسب بوده و هست و در آینده نمیفهمم این مشکل حل میشه نمیشه. خب چشمانداز روشنی وجود نداره. یک چالشه. چالش بعدی افهام و تفهیم اجتماعی که ما مثلا در اینجا همون زبان هست. برای اینکه ما در اینجا بتانیم یک زندگی نرمال در پیش بگیریم، اولین چالش زبان هست. و ما خوشحال هستم که در این مسیر تا اون جایی که توانستم و اون زمان مختصری را که سپری کردم جوابش گرفتم. یعنی مثلا مطابق همون برنامه از اینا تا حالا پیش رفتم و در کنارش بچه های ما هم خوشبختانه مسیر خود با این چالش در حال سپری کردن یعنی چالش هسته. مسئله دیگه گفتید دانان داستان نویس. خب چالش اصلی اینجا شروع میشه. چالش اصلی این است که تو از یک محیط جغرافیایی که سرچشمه احساسات تو بوده، سرچشمه یا مثلا خالق ایده های تو بوده، به یک محیط آمده که در اونجا گاهی این سوال برای شک میشه که ایجاد میشه که آیا دوباره خواهی تانست بنویسیم یا نه. و این خاطر که برای کی بنویسیم و از چی بنویسیم، این مشکل اصلی هست. حالا ولی نوشتن یک چیزی است که دست از سر آدم بر نمیداره، باید بنویسیم. ولی علاقه دارم و آرزو دارم که بتونم به زبان جدید بخوانم و احساساتم را به زبان جدید و برای مخاطبین جدید بنویسم. به او خاطر یک از آرزوهایم این است که داستانهایی را که حتی نوشتم به آلمانی ترجمه شود تا مخاطب جدید بیشتر و بهتر آشنا شود با زندگی در افغانستان و گذشته زندگی ما. این یکی از آرزوها و میتونه یک چالش هم باشه. جا داره یک سپاسگزاری ویژه بکنیم از انجمن آباد. انجمن آباد اسپانسر پادکست شهروند جدید هست. انجمن آباد یک انجمن غیر سیاسی و غیر دولتی هست که در مرکز آلمان شهر برلین فعالیت میکنه. ای پرنده مهاجر سفرت سلامت، اما به کجا میری عزیزم؟ قفس تموم دنیا